با استفاده از مواد درسی چگونه میتوانیم قابلیت‌های تقسیم را به روش بهتر و آسان برای دانش آموزان تشریح نماییم. بنابراین میپردازیم به اجرای اولین مثال. مثال اول: احمد میخواهد 26 دانه لوبیا را توسط 5 قابک به طور مساویانه جدا کند. او برای این کار طور ذیل عمل میکند. هر بار یک لوبیا برای هر قاب توزیع میکند. طوری که در تصویر واضح دیده می شود، در واقع احمد یک عملیه تقسیم را انجام داده است. یعنی وی عدد 26 را تقسیم بر عدد 5 کرده که هر بخش 5 شده، یعنی 5 ضرب 5 25 منفی میکنیم. از 26 که 25 کم کنیم، از 6 5 کم کنیم 1، از 2 که 2 را کم کنیم 0. در این تقسیم باقی مانده 1 است. مثال دوم: محمود 24 دانه مهره دارد و آن را توسط 4 نقطار به صورت مساویانه طور ذیل نخ می کند. هر بار یک مهره به هر طور: بار دوم، بار سوم، بار چهارم، بار پنجم، بار ششم. همانطور که در تصویر می بینید، در واقع محمود عدد 24 را تقسیم بر عدد 4 کرده، هر بخش 6 شده. 6 ضرب 4 24. از 24 که 24 منفی کنیم باقی مانده 0 است. یعنی در این تقسیم باقی مانده 0 است. مثال سوم: حامد 16 دانه رنگه را توسط 4 قطعه طور مساویانه جدا می کند. او چنین عمل می کند: هر بار دو رنگه به هر قطعه میندازد. عملا دیدید که حامد نیز یک عملیه تقسیم را انجام داده است. یعنی او عدد 16 را تقسیم بر عدد 4 کرده که هر بخش 4 شده. 4 ضرب 4 16. از 16 که 16 را منفی کنیم 0. باقی مانده 0 است. مثال چهارم: شخصی مانند تصویر ذیل 12 دانه تخم مرغ را توسط 2 جعبه به طور مساویانه جدا می کند. هر بار یک تخم به هر جعبه. طوری که در تصویر می بینید، در واقع شخص مذکور عدد 12 را تقسیم بر 2 کرده که هر بخش ما 6 شده. 6 ضرب 2 12. 12 منفی 12 0. باقی مانده باز هم 0 است. در مثال اول میبینید که باقی مانده 1 است. یعنی مقسوم بالای مقسوم علیه پوره قابل تقسیم نیست. اما در مثال دوم، سوم و چهارم میبینیم که باقی مانده در هر کدام 0 است. یعنی مقسوم بالای مقسوم علیه پوره قابل تقسیم است. بنابراین به وضاحت گفته میتوانیم که در تقسیمی که باقی مانده 0 شود، میگوییم مقسوم بر مقسوم علیه قابلیت تقسیم را دارا می باشد. فعالیت ها: فعالیت اول، فعالیت دوم، فعالیت سوم. این فعالیت ها توسط شاگردان اجرا می گردد، طوری که نه تنها خارج قسمت را مشغول قرار می دهیم، بلکه مقسوم و مقسوم علیه را نیز می توانیم مشغول قرار بدهیم و از شاگردان بخواهیم که قسمت مجهول را دریابند.